به نام پروردگار روزگاران کهن، به نام آن که زمین را آفرید و کوهستانها را بنای استوار نهاد و آسمانها را بر فراز آن زینت بخشید. بوسه میزنم بر خاک سرزمینی که چون در آن گردش کنی جز یکتایی و یکتا پرستی نبینی و چون سر برآری شوکت و اقتدار الوند نظاره کنی. سر تعظیم فرود میآورم بر دیار پارسایان که هر گوشه از قلبش جای بوسه است از لبهای عاشقانی چون حافظ که آب حیات نوشیدند از سرچشمه های خروشان کوهسارانش و تنی بلند دارد به سان جمشید و روحی بلند به عرفان بابا طاهر. ایران زمین، گوشه گوشه از چادر گلگونت را بوسه خواهم زد به احترام پاکی و پارساییت، به احترام موی سپید و روح جوانت و دعایی می کنم که دور باشد از تو چشم شور حسودانی که تاب دیدن لبخندت را ندارند. اینجا سرزمین زیبای من است، حکمتانه همدان. Where should you go to see history and civilization? Where was the first capital? Who formed the first government? See the answers to your questions from history in Hamadan. Here is a living document of several thousand years of history.